میشه عبدالله بن عباس هو ابن عم النبي صلی الله علیه وسلم. خب کسی که عبدالله ابن عباس اگر نشناسه معرفی همون شخص عبدالله ابن عباس که از جمله صحابگان جلیل و در عالم اسلام عبدالله ابن عباس پدر مفسرین میگن. هیچ مفسر تفسیرش به آوردن شرح‌های عبدالله ابن عباس کتاب ننوشته است، هیچ مفسری. برای همینم یکی از لغتدانان در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم در فصاحت و بلاغت لغت عربی بدن. عبدالله ابن عباس فرزندی عباس امکی پیامبر صلی الله علیه و سلم، انا همون عباسی که قصهش در داخل بقیع جنت البقیع گفتیم که در بقیع دفن کرده شده. عباس ابن عبدالمطلب و فرزندش عبدالله ابن عباس از جمله صحابی‌ها که همینجا اومدن و در همینجا از دنیا گذشتن و در همینجا دفن کرده شدن و در همینجا مسجدش است و در نزدیکی مسجدش چیه؟ مقبره یا که قبر عبدالله ابن عباس.